الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکتان را برآورده گرداند و میلهای شما را، رغبتهای شما را به سوی دینش زیاد بگرداند و آن اجرها و پاداشهایی که در این گفتگوها، در این لحظه هایی که ما و شما میگوییم و گوش میاندازیم، خداوند در نامه اعمالمان نویسنده بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان بعد شنیدن این سؤالها توفیق عمل کردنش را بر یکایک ما نصیب بگرداند. سوال دیگر: 4 دخترچه دارم. شوهرم شرط مانده است که اگر پنجمش بچه نباشد تو را طلاق میدهم. آیا من چی کار کنم؟ برادرای عزیز، باور کنین در این سخن وقتی کدام مرد همین پرینسیپ ماند، به نام خدای مهربان قسم در هر یک حرفش ای نزد خدا تو لعنت میشنوی. هر حرفش ده. این بسیار یک گناهی بزرگی هست. خداوند در قرآن خبر میتید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه شورا هست، آیت 50: لله ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. برادرای عزیز و گرامی، ملک، زمین، آسمان همه از الله هست. یخلق من یشاء، خدا میگه می آفرم هر چیزی را که میخواهم. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. خدا میگه دختر دادن این ای نزد منه، بچه دادنم ای نزد منه. او یزوجوهم ذکرانا و اناثا، خدا میگه اگر دخترم دادمت، بچه‌ام دادمت، این ای نزد منه. و یجعل ما یشاء عقیما، خدا میگه اگر به شرط تماما فرزندت دادم، این شم ای نزد من. انه علیم قدیر، خدا میگه من عالم هستم، من قادر هستم. برادر عزیز و گرامی، تو ببین که نزد الله بوده. ولی اون دخترچه هایی که تو داری، 4 دخترچه، همین را الله بر تو داد. اگر چند بچه نداد. حضرت لوط علیه السلام پیغمبر بودن، حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر بودن، دختر داشتن، بچه نداشتن. حضرت ابراهیم فقط بچه داشتن، دختر نداشتن. پیامبر نازنینمون هم بچه داشت، هم دختر داشت. لیکن حضرت یحیی پیغمبر بود، حضرت عیسی پیغمبر بود، لیکن فرزند نداشتن. آیا اینهایی که فرزند نداشتن باید چیکار میکردن؟ رنگ تواری مقصد انسان ابله بگیم پرینسیپ باید میموندن. یا حضرت لوط و حضرت شعیب دختر داشتن، رنگ تو بر این آدم ابله باید پرینسیپ میموندن. نه، برعکس، در هر یک فرزندی که میآید، برادر عزیز و گرامی، به او شکرگزاری که خداوند این فرزند در تو لایق دیده. آدما رفته از چی کارهایی را نمیکنن، چی بدبختی هایی در مقصد مبتلا میشوند. نه جادوگر میماند، نه فالبین میماند، نه مزار میماند، نه قبرستان میماند. در تمام جا سرشانه میزنند که خدا فرزند شدید، فرزند شده میتد. ببینید، فرزند شدید، فرزند نمیتد. بعضی هاشا فرزند داده است، بیچاره دست پاشون کار نمیکند، همو را دوستداری و به همو محبت دارند که فرزندی ما هست. ترا 4 دختری سالمه که خوشروت داده است. تو این چی مثال؟ خیلی خیلی مثال. تو طرف الله به خدا قسم
توبه کن که به این سخنت حتما ببین یگان آفت به سر این فرزندکات میاد، یگان آفت به سر خودت میاد، اینجا غضب خدا می شود، زیرا تو در نعمت الله مهربان ناشکری کردی سی. برای همین الله گفته سی که یعنی اینا هم ای نزد منن. شاعر میگو مشو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، به نزدش 100 جوان محتاج گردد. ولی انشاءالله اگر خدا عمرت بده پگای دخترکا را تربیه خوب که اگر شوهرای خوبشون بیا بته، باور کن همین داماد خوبم داماد خوب باشه همه مای فرزند هیچ کمی ندارم. دامادی باشد که خود را احترام کند، خوشتامن احترام کند، دیگه ما چی از او مثال درخواست داریم؟ برای همین دخترهای هست امروز در همین عصر، دخترهای هست که به نام خدا قسم ای هزار همین بچه هایی که امروز مثال فقط کارشون آدم کشی و کارشون مقصد پاپیراس کشی و مخدرات و تجارت های حرام و مقصد چی جنایت های وزبینی که دارن. بسیاری بچه های هست که پدر و مادر را تماما انسان نمی شمارن. همین خیل در عوض همین خیل بچه همین دختره که باشد که دوست دارید کند، بین حرمتت کند، به قدرت برسد، البته این نور بالای نور می شود. برای همین این ای نزد خدا های در این ناشکری نکنیم. ولی اگر به شرط جهت دنیاییش بگیری، ولی یک دکترا را بپرسین بگین که سبب بچه نآمدن چیه؟ میگه سبب بچه نآمدن این از طرف مردک وابستگی داره. برای اگر طرف تیپش هم که بگیری گناهگار تویی، طرف شریعتیش هم بگیری با این نعمتهای خدا دادگی شکر گذاری کن. این خیلی پرینسیپ نمان که بسیار الله مهربان سرگردانت میکنه، بسیار شرمندت میکنه. پگاه ایره طلاق هم که یک زن دیگر هم بگیر یا از اوش تماما نمیابی یا از اوش هم ممکن با دختر دارد کنه. لیکن ممکن که دیگر او دخترهایی را که در این باید که خصلت‌های خوب یا گویم انسان‌های شریف میشیدن، ممکن از روی همین بدبختی تو این دخترات هم همون راه نیک انتخاب نکنن. خلاص بس روی خداوند توبه کو و با این دخترچکات شکر گذاری که هیچ باکی ندارد. پیامبرا را ببین صاحبای دختر بودن، بچه نداشتن، لیکن همه شکر گذاری میکردن، ایرا نعمت میشماریدن. که زمانهای جاهلیت برای ما و شما آگاه باشد که عبدالله این پدر محمد صلی الله علیه و سلم است و آمینه مادرشان بودند. باباشان عبدالمطلب بود، یعنی پدر عبدالله. اون زمانهایی که عبدالمطلب حیات داشت، اون وقتا میگد فرزند از ذبح کردن درست بود. این نعمت اسلام است که در جای فرزند امروز ما و شما حیوان را ذبح میکنیم. اون زمانها هر کس نظر میکرد که اگر فلان کاری من انجام یابد، یک فرزند مدد برای همون بود شدن کارم، انجام دادن همون مقصدم ذبح میکنم. این گونه وحشیگری ها وجود داشت. عبدالمطلب نظر کرد که اگر من 10 فرزند 10 بچه را صاحب شوم، یکی اینها را ذبح میکنم. وقتی که 10 فرزند شد، عبدالمطلب اول یک مهر محبت در دلش غلبه کرد. گفت کسی از نظر من درک نداره در این مکه مکرمه. بیا گفت اینا پوشیده میدارم. لیکن بسیار با وجدان که بود، معرخا میگویند و ذبح کردن فرزند که بسیار شهرت آدم بلند که میکرد، گفت نه، گفت این نظر را من نمی پوشم. آمد آوازه کرد، گفت من نظر کرده بودم که صاحب 10 بچه شوم، یکی او را ذبح میکنم. تمام مکه منتظر کدام روز عبدالمطلب از فرزندای خود یکی را ذبح میکند. آمد نزد فرزنداش 10 بچه را جمع کرد. گفت فرزندای عزیز، از آن جمله عبدالله هم در همونجا بود، پدر رسول اکرم.
گفت من نظر کردم که اگر من صاحب 10 فرزند شوم یکی شما را قربانی میکنم. شما چی میگویید؟ عبدالمطلب میگوید من خواستم که نظر کنم کدام اینها عکس العمل نشان میدهد، لیکن اینها همه تیار بودند، حتی که خودشان را پیشنهاد میکردند که پدر ما را قربانی کن، اگرچند که در قربانی کردن اونها ثواب نمیگرفتند، با سبب این عمل وحشیانه اونها راست دوزخ میرفتند، لیکن در همین دین باطلشان باز قائم بودند، مستحکم بودند. آمد نزد سردار مکه، قصه را کوتاه میکنیم که میگد اون زمانها عبدالله پدر پیغمبر 24 ساله بود. آمد نزد همون سردار مکه، گفت این گونه نظر دارم، و ای گفت فلان روز نامه های فرزندها تا می نویسی و یا در یک ظرف می پرتاید و از همون داخل دستش می دازد، می گیرد نام کدامش که برآمد و یا ذبح می کند. چگونه ای که امروز بعضی جوانهای ما و شما لتا بازی می کنند، قمار بازی می کنند. این 10 نام نویسانده شد و در ظرف انداخته شد. این سردار مکه میگد وقتی دستش انداخت و برآورد، نام عبدالله برآمد، پدر پیغمبر خدا. وقتی دید نام عبدالله را، عبدالله که میگد بسیار جوان خوش اخلاق بود، بسیار زیبا که بود، تمام مکه مکرمه که او را احترام میکرد، دوست میداشت، وقتی نام عبدالله را که شنیدن همه فیغان کردند. لیکن عبدالمطلب دیگر راه نداشت، دیگر راه نبود و با همون خون سرد خود تیار بود که این عمل را انجام دهد. مردم مکه پیشنهاد کردند عبدالمطلب ایست، در مدینه یک فالبینی هست، پیش وی می رویم، شاید که یگان راه داشته باشد، همین عبدالله را قربانی نکن. آمدن میگرد نزد همون فالبین، از فالبین پرسان کردند این گونه حالت است، این یکی از فرزندای محبوب ترین عبدالمطلب است، چیکار کنیم؟ راه دارد یا ندارد؟ این فالبین گفتند ما را 3 روز مهلت ده. بعد 3 روز آمد، گفت در نزد شما، گفت وقتی اگر یک شخص جنایت کند چند اشتر گفت جنایت خون بها میتین؟ گفت 10 اشتر. گفت 10 اشتر، گفت در یک طرف بگذار، 10 اشتر را نامش بنویس و نام عبدالله را بنویس در همون ظرف پرتا. این زمان گفت بردارین، اگر نام اشتر برآمد اشتر را ذبح کنین. گفت می شود، همین 10 اشتر را ذبح کنین. همین حالت گفت اگر نبرآمد تا 100 اشتر را، گفت همین بازی را دوام دهید. بعد 100 اشتر هم که اگر نام عبدالله برآمد، این حالت عبدالله را قربانی کنید. میگوید همین 10 باره که در ظرف میپرتیم فقط نام عبدالله میبراید. 10 بار وقتی برداشتن که نام اشتر برآمد، دیگر همه مکه را میگه خرسندی فرا گرفت و مردم اون روز میگه چی یک توی کلانی داشتن و همه مردم میگه از خون، میگه از گوشت همه سیر شدن که 100 اشتر میگه عبدالمطلب برای نجات یافتن عبدالله قربانی کردن.